در زمینه نقشه تقویمی ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت ختلون درباره سنجش حالت بی‌خطری از سوختار در انشاءات‌های زیرساختار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از جانب هیئت راهبری کننده و ناظران قسم مستقل 51 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه وخش در بینای مؤسسه کمک اولیه سنیتری طبی ناحیه سنجش گذرانده شد. گروه سنجشی حالت تا کدام اندازه رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را در حجره‌های قبول بیماران و اتاق‌های کاری طبیبان مورد نظر قرار دادند. لازم به یادآوری است که عین زمان فصل سرما حکمرانی دارد و در هر یک تشکیلات و مؤسسه از اسباب‌های برقی گرمی دهنده بیشتر استفاده برده می‌شود. در این حالت باید قاعده‌های بی‌خطری از سوختار صرف نظر کردن نشود، زیرا استفاده نادرست ناقل‌های برقی اسباب و تجهیزات گرمی دهنده احتمالیت سر زدن سوختار را به میان می‌آورد. چنان آتش‌نشانان در صحبت با کارمندان مؤسسه ذکر داشتند باید شخصان متصدی پیوسته قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را نظارت برند. طوری گفته شد متاسفانه در بسیار حالت از ناقل‌ها و تجهیزات برقی نادرست استفاده برده می‌شود. هنگام سنجش نوبتی کارمندان ساحه آتش‌نشانی در مرکز سلامتی ناحیه وخش نیز بعضی کمبودی‌ها در استفاده ناقل‌های برقی از جمله در حالت کار ناشایان استفاده شدن ناقل و وصلک‌ها آشکار کرده شد. راهبری مؤسسه و شخصان متصدی برای سری وقتی برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته وظیفه دار کرده شدند. سنجش قاعده‌های بی‌خطری از سوختار در چندی از خانه‌های استقامتی ساکنان نیز از جانب گروه کارمندان ساحه آتش‌نشانی گذرانیده شد و به اهالی اید به استفاده درست تجهیزات برقی و گازی، ذخیره بی‌خطر کاه و بیده و دیگر انواع روزگار دستور و مصلحت‌های مفید پیشنهاد گردید.